درود. آیا می‌فهمین که در اضافه‌تر از 3 سال گذشته و بعد از 15 آگوست 2021 و آن سقوط فاجعه بار افغانستان در زمینه‌های هنر، فرهنگ، رسانه و موسیقی در دیاسپورای افغانی چی کارها و فعالیت‌های صورت گرفته؟ آیا خبر دارین که کیها در کجا و با کدام قوت سکوت سنگین هنر و موسیقی افغانستان صدا و گلو شده؟ به نظر شما آیا وقت از این فرا نرسیده که رسالتمندانه دین تاریخی و فرهنگی خود به خاطر انتقال داشته های موسیقی، هنر و فرهنگ افغانستان برای نسل ها و فصل های بعد ادا کنیم؟ با جمع از دوستان همدل، همفکر و همباور تصمیم گرفتیم که یک سلسله فعالیت های را زیر نام موسیقی افغانستان در تبعید آغاز کنیم.